به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان گرامی، به برنامه داستان‌های حکمت آمیز خوش آمدید. یک نفر در میان کاروان پسرش را گم کرد. تمام شب این سوی و آن سوی گشت، از خیمه ها پرسید و به هر طرف دوید. و ناگاه در آن تاریکی شب روشنی چشمش فرزندش را پیدا کرد. چون به کاروان برگشت به شتربان گفت: آیا خبر نداری چگونه عزیزی دلم را یافتم؟ هر کی را از دور دیدم فکر کردم که اوست و در نهایت پیدا کردم. عادت انسان‌های بزرگ و اهل دل هم مثل همین است. آنها در طلب مردان خدا از پس همه می گردند و به همه خدمت می کنند، خوبی و نیکی می کنند تا روز دامنی مرد از مردان خدا را به دست بیارند. برای یک دل مشقت‌های زیاد را تحمل می کنند و برای یافتن یک گل خارها را فرو می برند. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.